بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، برادران خواهران گرامی، سوره ضحا ای آفتاب برا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوندی بی اندازه مهربان و بی نهایت با رحم. والضحا، سوگند بروز در آن زمان که آفتاب بلند می گردد و همه جا را فرا می گیرد. واللیل اذا سجا، سوگند به شب در آن هنگام که می آرامد و تاریکی می شود و همه جا را فرا می گیرد. ما ودعك ربك وما قلى، پروردگارت تو را رها نکرده است و دشمن نداشته است و مورد خشم قرار نداده است. وللآخرة خیر لك من الأولى، و بیگمان آخرت برای تو از دنیا بهتر است. ولسوف یعطیک ربک فترضی، و پروردگارت به تو بهروزی و پیروزی عطا خواهد کرد و تو خشنود خواهی شد. الم یجدک یتیما فآوی، آیا خداوند تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟ و وجدک ضالا فهدی، و تو را سرگشته و حیران نیافت و به یکتا پرستی راهنمودت کرد. ووجدك عائلا فأغنى، و ترى بینوا و بی چیز نیافت و ثروتمند و داراییت کرد. فأما اليتيم فلا تقهر، و اما بشکرانه این همه نعمت یتیم را خار و رانده مکن. و اما السائل فلا تنهر، و گدا را با خشونت از خود مران. و اما بنعمت ربک فحدث، و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن.